اعمال تروریستان عربی در افغانستان هیچگاه بر عقل و منطق استوار نبوده است. آنها به شکل احساسی و عاطفی آنچه را که برایشان تلقین می شود انجام می دهند، به آنکه متوجه هدف، ماهیت و پیامد اعمالشان باشند. از این رو اکثریت فجاعی دوران طالبان از این نوع جهانبینی و عملکرد کورکورانه ناشی می شود. عمده‌ترین بخش نیروهای چند ملیتی در افغانستان را اعراب تشکیل می دهند. این نیروها به دستور و همدستی طالبان محلی تمام آبادی‌های مردم مظلوم شمالی را با خاک یکسان ساخته‌اند. خانه ها همه به آتش کشیده شده و آنچه نشان از سبزی داشت درو گردیده است. مردم یا قتل عام شده اند و یا اینکه از خانه های آباییشان رانده شده اند. از تاکستان های سرسبز دیروز فقط دشت های خشک و خاکستر باقی مانده است. فرمانده لشکر شب گفت بسوزید بسوزید، آشیانه ها را بسوزید و هرچی قد برافراخته است زمین هموار میخواهم و تلی از خاک از خاکستر. برو ما مردم خراب مردمی تاک و دار و درخت ما و خانه ما چی گناه کرده بود که به یالت رسانده نشه. خصوصا این سه ولسوالی سمت شمال بسته مکمل هم تو سوختوندن در دادیم، یا با درختها دشمنی داشتن. خانه ما را، قرآن شریف ها را، مسجد ما را کلش در دادن. خانه رو در داد، درختای مردم قطع شد. چیزی که زندگی سابقه بود قبلا پوره چور چپاول کردن به تاراج بردن. دیگه چیزی دیگه باقی نمون برای ما مردم. خصوصا همین چند ولسوالی سرای خوجه، استالف، کلکان کل از جا خراب شده، هیچ چیز به مردم نمونده. مسجد را در داد، قرآن شریف ها را در داد، میسفیدای ما را برد، بدر بچه خیلا را بدر باق ناک برد. امیگو که بدر سلابت مردم تمام برباد کرد، از این یک سر بلدوزر آورد، نه بدر جان شیر ملک ما، نه خانه ما، حالا نمی قچیده نمونده که بدر تو طفل ما موجه بدر فردا چاره شود.